مارک زوکربرگ متولد سال 1984 میلادی در شهر نیویورک امریکا، او کسی است که مؤسس و گرداننده رسمی و اصلی شرکت فیسبوک است. بنا به گزارش پایگاه اینترنتی برند که جزو سایت‌های وابسته به دولت امریکاست، این یهودی زاده در لیست 50 شخصیت معروف منکر وجود خداوند قرار دارد. زوکربرگ در تاریخ 4 فوریه 2004 فیسبوک رو به عنوان یک وبسایت ظاهراً اجتماعی در دانشگاه هاروارد امریکا راه اندازی می‌کند. هدف: شناسایی افراد برای انجام عملیات‌های ویژه برای سازمان‌های جاسوسی غربی. من مدت 1 سال و نیمه که برای فیسبوک کار میکنم و برای آژانس‌های جاسوسی اطلاعاتی که از من میخوان دریافت میکنم و به اونها میفروشم. من از این کار ناراضی نیستم چون بابت اون پول زیادی دریافت میکنم. فیسبوک در سال 2008 به همراه CNN و توییتر به عنوان بنگاه سخن پراکنی نقش عمده‌ای در انتخابات ریاست جمهوری امریکا بازی می‌کند. من از سایت فیسبوک به دلیل تبلیغات گسترده‌ای که برای من می‌کنه تشکر می‌کنم. من و اعضای حزب دموکرات از رابطه تنگاتنگی که با اعضای اصلی فیسبوک داریم ابراز افتخار می‌کنیم. گزارش‌های نیویورک تایمز، MSNBC، استار تریبون و بسیاری از بنگاه‌های اطلاع رسانی غربی حاکی از استفاده جدی اوباما و همراهانش از این سایت‌های اینترنتی